مدرسه محیطی است که توسط زندگی جمعی و قدرت روابط اجتماعی اداره می شود. تو خونه اونقدر رفیق گیره میاد تو مدرسه. بچه من تو میری تو مدرسه چی یاد بگیری؟ نه درس یاد بگیری. الله اکبر، استغفر الله، سبحان الله، لا اله الا الله. نه درس یاد بگیری، میری تو مدرسه زندگی جمعی یاد بگیری. نشد مدرسه مسجد میری زندگی جمعی یاد بگیری. تو مسجدم نذاشتن. اون مسجد یقینا باید خراب بشه، چون مسجد ضراره، داره دین رو بد به مردم معرفی میکنه. نباشه، جاش پارکینگ اتومبیل باشه، مفیدتره به حال جامعه. و برای اینکه زندگی جمعی رو تمرین کنیم و ما زندگی جمعی به جای بسیاری از قوانین زندگی کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید مسجد و مدرسه رو خراب کنیم، دوباره بسازیم. خرج داره نمی کنیم این کارو. میگیم همون مسجد مدرسه های دوران طاغوت رو ازش استفاده میکنیم با همون روش ها. مسجد و مدرسه محل زندگی جمعی، تمرین زندگی جمعی. تعاونوا علی البر و اینجا مرکز مقاومت است.